اینترنت جهانی قطعه، اینترنت وجود نداره. من سایفونم وصل، یوتیوبم کار میکنه و حتی ابزارهای هوش مصنوعی هم کار میکنه. سعی میکنم خیلی ساده تو 4 مرحله بهتون آموزش بدم. سخت نیست، با آرامش آموزش دنبال کنید میتونید انجام بدید. پیج منو دنبال کن. اگر یه گوشی موبایل دستته حتما اطلاعات پیج من به دردت میخوره. اتصال سایفون توی شرایط خاص بچه‌ها نیاز به ترکیب سایفون و ویتوری داره. اول از همه وارد کانال تلگرام من بشید که توی بایو پیجم اینجا لینک کانال تلگرام هست، لینکش اینجا رو صفحه می‌نویسم، تو کپشنم می‌نویسم. وارد کانال تلگرام بشید و این نرم افزار رو دانلود کنید. این نرم افزار ویتوری NG برای اندروید گذاشتم، این نرم افزار سایفون برای اندروید گذاشتم و این بالا هم یک متنی هست. اینم کپی کنید نگه دارید که لازمون میشه. اول میایم سراغ تنظیمات سایفون. میایم وارد قسمت آپشن میشیم و اول توی قسمت پراکسی ستینگ این تیک رو فعال میکنید، تیک بالایی رو فعال کنید. اینجا هم یوز فالوینگ ستینگ رو فعال کنید و اینجا این آی پی رو وارد کنید 127.0.0.1 و قسمت پورت هم 10808 رو وارد کنید. پس این تنظیمات پراکسی ستینگ شد. توی قسمت تنظیمات VPN یا VPN ستینگ وارد بشید و دون تانل سلکت اپ یا برنامه‌های انتخاب شده رو تانل نکن رو انتخاب کنید و اینجا ویتوری رو حتما انتخاب کنید. من اینجا ویتوری سرچ میکنم، ببینید تیک ویتوری رو بزنید و دکمه دان. ما دیگه با سایفون کاری نداریم، فعلا سایفون رو استارت نکنید، بریم سراغ ویتوری. اول از همه وارد این منوی بالا بشید، وارد گزینه ستینگ یا تنظیمات اسکرول کنید آخرین گزینه که زده مود، این مود رو روی پراکسی آنلی قرار بدید و برگردید. برنامه ویتوری من باز کردم. شما قطعا این کانفیگار رو ندارید، اینجا خالیه برای شما. اون متنی بود که اونجا کپی کردیم توی کلیپ بورد گوشیتون هستش. از اینجا دکمه به اضافه رو بزنید و گزینه دومی ایمپورت فرام کلیپ بورد اینو که بزنید چند تا کانفیگ اینجا مثل من اضافه میکنه. اضافه که شد اینو 3 نقطه رو انتخاب کنید و TC پینگ کانفیگ اینو انتخاب کنید تا پینگ در واقع نشون بده کدومی که از اینا متصل هستن و کدوم متصل نیست. اونایی که سبزن احتمال به شما اتصال سایفون رو میدن، اونایی که قرمز هستن هم به این معنی نیست که اصلا متصل نخواهند شد، شاید اونها متصل بشن. من سعی میکنم این لیست رو توی کانال تلگرام هر چند مدتی آپدیت کنم، هی سر بزنید و لیست جدید بردارید همینجوری اد کنید. من الان اینو استاپ کنم، ببینید الان ویتوری من استاپه، سایفونم الان قطع میشه چون استاپش کردم. یکی از اینایی که سبز رو من انتخاب میکنم، اصلا این که قرمزه، مثلا این قرمز رو من انتخاب کردم و استارت رو میزنم. این قرمزه چون میدونستم این وصل میشه. خب ببینید الان این ویتوری استارت شد. اون تنظیماتم که انجام دادیم فقط کافیه که شما سایفونتون رو راه اندازی کنید. این سایفون من سایفون پرو هست ولی فرقی نمیکنه، سایفون معمولی هم وصل میشه. الان که استارت رو بزنم بعد از چند ثانیه سایفون وصل میشه. خیلی طول نمیکشه، شاید 2 تا 10 دقیقه طول میکشه تا اتصال برقرار بشه.